یک کتابخانه اینترنتی برای معیاری شدن آموزش در افغانستان در صدد فراهم آوری مواد تدریسی برای آموزگاران است. کتابخانه درخت دانش که از سوی نهاد زنان کانادا برای زنان افغان گردانندگی می شود، دارای 4500 جلد مواد علمی به زبانهای فارسی، پشتو، انگلیسی، ازبکی، سوجی و منجی است. مسئولان این کتابخانه میگویند که هدف آنها کمک به معیاری کردن آموزش آموزگاران در مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی سوادآموزی است. نرگس هورخش به دیدار کارگزاران این کتابخانه رفته است. به کتابخانه درخت دانش خوش آمدید. کتابخانه اینترنتی که برای همه قابل دسترس است، با منابع مختلف و برای دوره‌های گوناگون آموزشی، از کودکستان گرفته تا دانشگاه می توان در آن مطلب یافت. کتابخانه درخت دانش یکی از برنامه‌های نهاد زنان کانادا برای زنان افغانستان است که مدیریت آن را رحیم احمد پروانی به دوش دارد. کتابخانه‌ای که هدف بزرگ آن کمک به معیاری سازی آموزش است. کتابخانه درخت دانش فکر میکنم یگانه کتابخانه دیجیتال در افغانستان است که به تولید و تکثیر منابع باز آموزشی و رایگان به جامعه اکادمیک افغانستان و به خصوص به کسایی که در عرصه معارف افغانستان مصروف کار هستند می باشد. و کتابخانه درخت دانش یکی از برنامه‌ها یا پروژه‌ای است که توسط مؤسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان ایجاد گردیده. اینها ویدیوهای آموزشی هستند که در کنار کتاب‌ها به آموزگاران کمک می‌کند چالش‌هایشان در تدریس را از میان بردارند. شاید یافتن برخی از کتاب‌ها برای آموزگاران و دانشجوها بسیار دشوار باشه، اما شما از طریق گوشی همراهتان و اینترنت میتونین که با استفاده از کتابخانه درخت دانش تمامی کتاب‌هایی که در مدرسه و دیگر کتاب‌ها نیاز دارین به دست بیارین. در کنار این که در اینجا کتاب میخوانین، میتونین مطالبی که شما نوشتین اونا را هم اضافه کنین. این کتابخانه برای بازدید کنندگان هم فرصتی فراهم کرده تا داشته‌های علمیشان را با هم شریک کنند به زبان‌های مختلف مثل انگلیسی، فارسی، پشتو، ازبکی، منجی و سوجی. ما به این اعتقاد هستیم و یک اصل پداگوژی هم است که آموزش به زبان مادری در قسمت آموزش در سنین بعدی از کودکی طبعا دارای اهمیت فوق‌العاده می باشد. و گذشته از اینکه چون کتابخانه است، ما یک بخش کار خود حفظ و رشد زبانهای اقلیت که خصوصا در حالت انقراض و نابودی قرار دادیم. این کتابخانه تاکنون دارای 4500 مواد علمی است و کارگزاران آن در تلاشند میزان مواد تدریس در آن را بیشتر کنند. کتابخانه درخت دانش در 13 مرکز تربیت معلم نصب شده که آموزگاران حتی می توانند بدون دسترسی به اینترنت از آن استفاده کنند. کارگزاران کتابخانه درخت دانش میگویند هرچند رقم بازدید کنندگان این کتابخانه بسیار است، اما هنوز برای کشوری که جز علم و دانش راهی برای نجات ندارد رضایت بخش نیست.